سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه اکلیر تیار میکنیم، یعنی زورنای کریمدار تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 125 گرم مسله، 4 دانه تخم، 1 قاشقچه پورنی نمک، 250 گرم آرد، 250 گرم آب خنک لازم است. ما در اول خمیرش تیار میکنیم، بعد کریمش با تخم سفیدی تخم تیار میکنیم. ما در اول من کسترول و مسله من 250 میلی لیتر آب، من 1 استکان پرنی آب و من نمک. کمتر نمک همراه میکنیم. نمک برای چی همراه میکنیم؟ نمک همراه کردن حتما شرط برای آنکه خمیره مایه، همین نمک خمیر اکلیر یعنی زورنای مایه سخت نگام دارد، یعنی پچق شوی نمیگذارد. همین نمک برای همین نمک همراه کردن ما شرط. ما همین مسله آب نمک را بالی گاز با آب میکنیم. بالی گاز با آب کراسیم. من همین محصولاتانی آب کریم بالی گاز با کمتر جوش برورد، بعد آرد همراه میکنیم بالی همین گاز با. من الکی جوش برورد، من آرد مایه همراه میکنیم همین بالی گاز با. من کم کم همراه کرده میکاویم. من همیشه همراه کردم، من شروع میکاویم. من چخه شد، خمیره ما باید چخه شود. نگاه کنید، من کمتر نگاه داریم تا خنک شدنش. بعد میکسر خطی تخمش همراه میکنیم، 4 دانه تخمه همراه میکنیم. 15 دقیقه نگاه داریم، تقریبا 15 دقیقه. من خمیری ما خنک شد، خمیره میکسر رو میگیریم. میتونید وینچی دستکی هم زنید، میشد شرط نیه با میکسر زدن. من خمیره گرفتم. اول 2 دانه تخم همراه میکنیم. ما همه تخمه برابر همراه کرد نمیتونیم. اول 2 دانه تخم همراه میکنیم، بعد 2 دانه دیگه شد. من 2 دانه همراه کردیم. اول 2 دانه لب میزنیم، بعد 2 دانه دیگه همراه میکنیم. دانه دیگه ش همراه میکنیم. من 2 دانه دیگه ش همراه کردیم. اکو همشه بار دیگه خوش رو لب میزنیم. من خمیری ما هم تیار شد. کجا معلوم که خمیری ما تیار شد؟ من کمتر من دستامو میگیریم. من اگر همین کنده نشود خمیرامو، من خمیرامو تیار. من شیره دار باشد، اگر تخمتا مایده باشد میتونید 5 دانه همراه کنید. من خمیرامو سختکی شیره دار تیار میشه. من خمیرامو کو خمیرامو کاندیترسکی میشاگو میگیریم. من خالی پیچ خیلی باشد، شرط نیه کاندیترسکی میشاگ داشتنتان. میتونید پاکیت های بیچنیم هم گرفته یک طرفشه قیچی کنیده هم میشد. میگیریم خمیره مایه. من گرفتم خمیره میشاگ به من درازک شکل میکنیم. چقدر خواهید که تیار کنید کلولمی درازک شکل می میشه این طرف. حتما پرگامتنی بوماگه یا فالگا بکنید.
اینطور همیشه رو آوردن میگیریم. mana ekleri ما هم تیار شد. mana سرخ کرم میگیریم. ما نه نترسته سرخ کرم میگیریم. mana پشتاشم درونش خامک نماند. mana نگاه کنید درونش چقدر کاواک شد. mana وقتی جای خامش ماندگی نیه. برای همین نترسیده سرخ کرم میگیریم. سرخی با نور کرم میگیریم. باشه کراشکا میکنیم. نگاه وقتی وای نمیشه. درونش چقدر کاواکی پالونی پختگی منو پشتاش. ما در اول سفیدی و زردی تخم جدا میکنیم. بسیارا فکر میکنن که تخم کتی کریم تیار کنیم باید تخم میتید. راستی گپ سفیدی تخمنده باش نیست تماما. основной زردی تخمنده باش است. برای همین ما سفیدی تخمکی بیلکاوی زورنای کریم تیار میکنیم. در همین اکلیرامو با بینه نغز میبید. دیله نمیگیرد. کریمی خوشخور تیار میشد. برای همین خواستم امروز بیلکاوی زورنای کریم با سفیدی تخم تیار کنم. با سیراب نیه با شکر. با راهی آسان. من 4 دانه سفیدی و زردی تخم جدا کردم. من 250 گرم شکر. کارد باشد. بسیار نیه. اگر ما بسیار همراه کنیم ترشک میشه. لیمون کیسلاتا برای چی همراه میکنیم؟ سفیدی تخم شروع نگاه داشته. سفیدی شروع نگاه داشته. کریمامای سیخ شویده نمیماند. من کمتر نوگی کارت با نمکم همراه میکنیم. من تا سفید شدنش شروع لب میزنیم. میتونید میکسیری مایدکی هم زنی چرخ نیه کلانکی زدم. خیلی وینچیکی راستی کمتر دشوار. من قاش میکنیم. کریمی ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر سفیدی بوش رو. سخت. سفیدی گان خیلی درونه شکرک ماندگی نیه. سب سفیدی بوش رو زد. ما درونی همون اکلیرامو با کومی کریمه میکنیم. من کریمه گرفته میشه با کومی زورنایومه کریم میکنیم. من کریم میکنیم تا پر شدنش هر یکشه کریم میکنیم. خودش درونش کاواکا میشه. خودش پر شده معلوم میشه. هر یکشه میتر من کریم میکنیم. میتونید روشه شکلات خطی آراتی دیگانچه که آراتی من از کراش کتی آرامتیم. من ترسی آرا دادنش من اکلیر با کریم میمالیم. روشبم من کریم آلیده من کراش رو میزنیم. من پیچینی دوسیخه پیچینی های مایده میکنیم. یکان خیلی هر یکشه میتر میشنی. میتونید شکلات خطی آراتی دیو یکانچی نکنید روشبه. کریمش بینید بالازد که کریمی بیلکاوی زورنای کریم نامش. یکان وقتی من کریم آمونده شکرکش نیست است. کریمی سب سفیده شروع تیار شد. همیشه میتر آرامیدیم. چگونه میبینید اکلیری ما هم تیار شد. درونش شکستم بینیم چقدر تیار شد است. کریماش
با کرم عجایبات با لذت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یارو دوستای دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.